سرخط مهمترین خبرها: بازداشت یک مقامدار حکومت اصفهان. وزیران کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه موضوع مهاجران را بررسی کردند. و نظر مردم چرا برخی ها با جزا دادن میخواهند فرزند را تربیت کنند. سلام بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 19 سپتامبر سال 2025 است. آژانس ضد فساد در ولایت سوغد فردوس عبدالرؤوف‌زاده حقوقشناس حکومت شهر اصفهان را بازداشت کرده است. در این باره منبع‌های رادیویی آزادی از این شهر اطلاع دادند. نمایندگان آژانس بازداشتش را نه تصدیق کردند و نه رد. روز دقیق بازداشت عبدالرؤوف‌زاده معلوم نیست، ولی برخی از همکارانش گفتند که بیش از 2 هفته باز به کار نمی‌آید. سبب رسمی بازداشت او نیز روشن نیست. احتمال فردوس عبدالرؤوف‌زاده را با گمان قلابی و یا گرفتن رشوه دستگیر کردند. در حکومت شهر اصفهان آماده نشدند در این باره صحبت کنند، اما نفران آگاه از قضیه بازداشت او گفتند نسبتش چند ساکن شهر اصفهان به مقامات شکایت برده است. شکایت اصلی آنها به دادگرفتی مبلغ ربط دارد. به خبرنگار رادیویی آزادی میسر شد که با بعضی از شکایتگران صحبت کند، ولی با سبب خلل نرساندن به رفته تفتیشات از آشکار کردن شخصیت آنها خودداری کرده می شود. یک نفر آنها گفت که تقریبا 5 سال پیش فردوس عبدالرؤوف‌زاده از او به مقدار 135,000 سامانه محصولات ساختمانی گرفته، ولی مبلغش را برنگرداند. در صحبت با رادیویی آزادی 2 نفر دیگر گفتند که بعد بازداشت فردوس عبدالرؤوف‌زاده یکی از برادرانش 50,000 سامانه و دیگری 35,000 دلار قرضش را برگرداندند. نظر فردوس عبدالرؤوف‌زاده و پیوندان و وکیل مدافعش به این قضیه معلوم نیست. فردوس عبدالرؤوف‌زاده قبلا در وظیفه رهبری دستگاه رئیس شهر اصفهان کار میکرد. وزیران کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه موضوع شرایط مهاجران تاجیک را بررسی کردند. این دیدار در شرایط برگزار می شود که مهاجران تاجیک از موج نوی ریدهای پلیس در روسیه شکایت دارند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، واخری رمضان رحیمزاده با ولادیمیر کالاکالتسف 17 سپتامبر در چین برگزار شده است. به قول منبع، دو طرف درباره مسئله های مهاجرتی مهنتی، بهتر نبودن شرایط و وضع حقوقی شهروندان تاجیکستان در روسیه گپ زدند، اما جزئیات بیشتر از این واخری نشر نشده است و برای همین معلوم نیست که دو طرف درباره بهتر کردن وضع شرایط مهاجران تاجیک در روسیه به چه خلاصه رسیدند. شکایت مهاجران تاجیک از ریدهای پلیس روسیه و کمک نگرفتنشان از سوی مقامات تاجیکستان در روزهای اخیر زیاد صدا می‌دهد. پس از به انجام رسیدن مهلت قانونی گردانی مهاجران در روز 10 سپتامبر، مقامات روسیه بر ریدهای سرتاسری پر از خشونت دست زدند. پیشتر مقامات روسیه گفته بودند که بیش از 700,000 مهاجر در این کشور سندی درست برای حضور در این کشور را ندارند و اگر تا 10 سپتامبر سندهایشان از نو تهیه نشود از کشور اخراج می شوند. در فرودگاه ونوک و هم گروه از مهاجران تاجیک را نگذاشتند که وارد روسیه شوند. پلیس دوشنبه از مجازات 4 نفر برای رفتن به نزد فالبین خبر داده است. مقامات میگویند که 2 نفر از اینها دختران جوان و 2 کسی دیگر زنان میان سال هستند. معلوم نیست که آنها برای چی به نزد فالبین رفتند. مقامات گفتند نسبت این 4 نفر بر اساس کدکس حقوق ویرانکنی معمولی سند ترتیب دادند. ماه ایول امسال حکومت تاجیکستان به پارلمان پیشنهاد کرد که برای رفتن به نزد فالبین و جادوگرها و استفاده از کار آنها جزا تعیین کرده شود. در سندی که وزارت عدلیه نشر کرد دیده می شود که برای رفتن به نزد سحردان، جادوگر و فالبین از 5 تا 10 نشان دهنده برای حسابها یا از 375 تا 750 سامانه جریمه تعیین شده است. ولی ریاست کارهای داخلی دوشنبه در خبرنامه نوشت که مشتریان فالبین و جادوگرها از 3700 تا 4500 سامانه جریمه می شوند. مقامات تاجیکستان بارها به ساکنان هشدار دادند که از رفتن به نزد فالبین و جادوگرها خودداری کنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال گذشته خبر داده بود که میزاجان فالبین ها به شعبه های وزارت کارهای داخلی دعوت شده نامشان در مخزن‌های علاهیده با رسم‌هایشان گذاشته می شود. مقامات تاجیکستان دوام 1 سال اخیر معرکه مبارزه با فالبینان و جادوگران را آغاز کردند، ولی پیوندان برخی از این بازداشت شده ها گفتند خویشاوندان آنها جادوگر و یا فالبین نبودند، بلکه تنها دعاخوانی می‌کردند. در شویتزر به کدکس شهروندی علاوه‌های وارد شد که بر اساس آن والدین در وقت تربیت فرزند نباید از زورآوری به خصوص جزای جسمانی و دیگر اصول‌های تحقیرآمیز استفاده برند. در تاجیکستان و برخی کشورهای آسیای مرکزی برخی‌ها جزا دادن فرزند را یک راه تربیت می‌دانند. در بعضی حالت‌ها جزا دادن فرزند با مرگ او می‌انجامد. نمونه اخیرش هلاکت یک نورس در شهر ترسونزاده است که بعد شکنجه از سوی پدرش جان داد. ما از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدیم که چرا تا حال برخی‌ها جزای جسمانی را یک راه تربیت می‌دانند. در حقیقت همین کار هست
در جمعیت ما در حیات ما. از آن جمله من یگان جای شعبهش نیست بچه ها را بعضا میزنم برای که نمیدونم همین خیلی یک عادت شده است یا که دیگر راه حل مسئله را نمیدونم. البته را این خطا است همه وقت با نغزی گرفتن در کار با خوبی گرفتن در کار 10 بارها فهماندن در کار این کم است. راه حل مسئله فقط با گفت و شنید با نصیحت با سخنهای شیرین این اولاتر بهتر است. چرا شما مجبور میشید مثلا جزا تید فرزنداتون؟ باور کنه همین جمعیت ما خیلی است که همین تلفن ها و همین حیات همین کروگ بچه ها همین تربیه بچه ها را اون چیزی که ما میخواهیم به همون طرف نمیروند. این طرف میکشن اونا را او طرف میکشن اونا را دائم ناراحتیم. چرا دیر کردی؟ چرا بهای خوب نگرفتی؟ چرا با فلانی جنگ کردی؟ همین چرا بسیار است با نسبت فرزندان. از همین سبب همین دیگر بعضا از آدم چی میگه دیگر طاقتش نمیبیاد خیلی جزای سخت میدهد. پاش ختم میدن دست ختم این ممکن نه گوای آخه اینجا گوای ولی نادرست است اما چرا هست در جامعه ما؟ همونا خودشون تربیه خوب گرفتگی نیست. خودشون بی آداب بی ره. یگان وقت مثلا برایتان میبود در خردسالی فرزنداتون جزا داده؟ من فرزندان فقط همون برای یگان کاری بدی دزدیه یا که یگان چیزی یک کم کزا گرفتن من جزا دادگی اما نه که برای مثال کارهای بیهوده من گفتم باشم روی اساسی انسان برای رسیدن به همه هدفش فقط تربیت خوبه راستکاری است. چی جزا داده؟ همین جزا چی میشه؟ همین یک شپلاقش میزنی یا که یگان ما فقط برای همین یک گوشه تومیتی هم برای بدی که باید به شاته و به مشت باید زدن این روی تربیت انسانگری نیست، این حیوانگری است. نه خیلی سخت جزا نتی با مهربانی بچه‌م این کارو ناتوریه بچه‌م اینا با این راه بره بچه‌م با این راه بره هم آدم میفهمن. شما فرزنداتون جزا دادین یا گناه؟ البته ما تعلیمی تیم اونو باید بفهمن و روی تعلیمی روی پدری مادری بابگی چه خیر رفتگی همین خیلی ما تعلیمی تیم. یعنی راه بابگی زدن است؟ نه چرا؟ نه وقتی شما فرزندتون یک گناه کرد چه خیلی میفهمونه؟ آموختن در کار او را به خوبی فهموندن در کار که همین چه خیلی که پدران ما مایده بودیم خور بودیم چه خیلی که ما را فهموندن همین خیلی ما رو میفهمونیم اخی مشکل نیست. اما چرا بعضیا راه زدن راهی چون که یا تربیتش همین خیلی اومدگی است. تربیت هم خیلی اومدگی با فرزندان رو لطفو میکنن بعد یاد نمیدین خبرو میکشن دیدی این خیلی گپا است. خدا پروردگار هم بشه انصافی است. یک در زندگی ممکن نیست باید که فرزند با گپ خوب با معامله نغز باید همون مثال خطاگی کردگر نه کو چی بگم من خیلی زدگی نیستم خیلی دو قطعی ترساندگی من این کارا نکو بایکده اکو فرزند زدن گیری وای همیده آموخته میشه همیده. در خردی مثلا شما وقتی یکان گناه میکرده پدر مادرتان شما را جزا دادگی هستن؟ جزا مقصد جزای ما بود که کتاب میخونیم مقصد جزا برای زدن نیو من تامی قشیدم 31 سال نه پدرم زده من نه مادرم مقصد جزای ما برای کتاب خونی بود. اکوی همه وابسته به خودی عائله که تربیت نال برود لکه بچه به هوای رفتن. مثلا شما یکم فرزنداتون هم یکم گناه کرده جزا داده؟ نه حتی یکم شب پاتی یا جنجال؟ نه نداده. با چی کار میکرده وقتی یکم گناه میکرد برای خطا بودنش فهمونده؟ سخنی نفس بفهموننش که من همین راهو برفتن در کار. بینندگان عزیز شما در این موضوع چی نظر دارید؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. نظر شما برای ما همیشه مهم است.
ایالات متحده آمریکا به قطعنامه نوی شورای امنیت درباره جنگ در غزه ویتو گذاشت. این قطعنامه طلب می‌کرد که در غزه آتش‌بس فوری به قید و شرط و دائمی جاری شود و اسرائیل همگونه محدودیت برای ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه را بیکار کند. همه 14 عضو شورای امنیت از این قطعنامه پشتیبانی کردند. این سند بعد از آن تهیه شد که سازمان ملل ماه آگوست بعد 2 سال جنگ بار اول در نوار غزه قحطی اعلان کرد. در قطعنامه که از سوی 10 عضو شورای امنیت تهیه شده بود، همچنین طلب می‌شد که حماس همه گروگان‌ها را بدون قید و شرط آزاد کند. آمریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. کریستین لاسن، سفیر دانیا در سازمان ملل گفت این قطعنامه پیام روشنی است که شورای امنیت از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه، پیشگیری گرسنگی در این منطقه و آزادی گروگان‌ها دست نمی‌کشد. نماینده اسرائیل در سازمان ملل گفت که این قطعنامه گروگان‌ها را آزاد و به منطقه ثبات نمی‌آورد. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته است که کشورش این قطعنامه را قبول ندارد و وقتی آن رسیده است که حماس همه گروگان‌ها را آزاد کرده تسلیم شود. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 سپتامبر را فرا می‌گیرد. 19 сентябри соли 2010 дар дараи Камароби водии Рашт дар натиҷаи ҳамлаи гурӯҳҳои силоҳбадаст 25 сарбозу афсари Вазорати дифои Тоҷикистон кушта шуданд. Мақомот масъулиятро ба афроди вафодор ба Мулло Абдулло Давлатов, як фармондеҳи собиқи нерӯҳои мухолифини Тоҷикистон вогузор карданд ки созишномаи сулҳи 1997-ро напазируфта буд. Амалиёти таъқибу қатл ва боздошту ҳабси аъзои ин гурӯҳ то баҳори соли 2011 идома кард ва мақомот моҳи апрел аз қатли ӯ хабар доданд. 19 сентябри соли 2018 додгоҳи шаҳри Бағдод, пойтахти Ироқ, 9 зани тоҷикро барои узвият дар гурӯҳи террористии Давлати Исломӣ ва ҳамзистӣ бо ҷангҷӯён аз 20 соли зиндон то ба ҳукми абад маҳкум кард. ҳар яки онҳо ки ҳамроҳи шавҳаронашон баъди солҳои 2014 ба қаламравҳои Ироқу Сурия рафта буданд, ҳамроҳ бо фарзандонашон ба зиндон рафтанд. Аксарин занҳо гуфтанд гумроҳ шуданд ва ба ҳарфи шавҳаронашон бовар карда ба қаламравҳои Доиш афтоданд. 19 сентябри соли 1959 дар оилаи ҳунарпешаҳои маъруф Ҳабибулло Абдуразоқов ва Фотима Ғуломова, коргардони театру синемо Барзу Абдуразоқов таваллуд шудааст. муаллифи намоишномаҳои театрӣ ва филмҳои бадеиву ҳуҷҷатӣ ба ҳайси коргардони андешавар, мунаққиди ҳукумат ва то ҷоя дигарандеш маъруф шудааст. баъди намоишномааш Девонагӣ 93 дар саҳнаҳои театрҳои касбии Тоҷикистон иҷозаи кор надоданд ва барои кору зиндагӣ ба хориҷа рафт. намоишномаҳояш Қиёмат, Ривояти Манкурт ва дигарҳо барои театрҳои Қирғизистону Қазоқистон ҷоизаҳо овардааст. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه کم پایان رفت. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی با 110-111 سامانه برابر است 100 دلار آمریکایی باشد تا 935 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 19 سپتامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلتی جو داشته برای برنامه نوید به انجام رسید. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. خدا نگهدارتان.